گروهی از ساکنان محله 61 شهر دوشنبه و نمازگزاران مسجد امینجان که نام رسمیش عمر فاروق است میگویند که مقامات نمیگذارند این مسجد را تعمیر و آباد کنند. داریم به از بالا تثبیتی گرم زمستان شما اینجا باران آدما همه گلیما تر میشد شرایط جدا وزبینه اگر شرایط میشد و رابرای من همین خوجینه رایان همون چهاره میدن مسجد ما رو آباد میکنن بسیار خوب بشید. آنها میگویند که کیها باز مسجد در حالت خوب نیست و سخت نیاز به تعمیر و نوسازی دارد. حتی با وجود آنکه مردم میخواهند این کار را با پول خودشان کنند ولی مقامات به آنها اجازت نمیدهند. با گفته مردم این مسجد یگانه مسجد جمعه خانه در همین محله است و نه تنها ساکنان محله بلکه بسیاری از آدمان دیگر هم از جمله تاجران و خریداران بازار سخاوت برای نماز گذاشتن به آن میآیند. برای همین این مسجد برای همه بسیار مهم است. ساکنان محله میگویند که قریب 3 سال شد که حالت مسجد همین طور بد باقی مانده است. شرایط به تایم وراش میجیبه این از وقت شمیکا بیافتن که کنده گفتن که ساز میکنیم با سازی میکنیم همین پلان شما خیلی مدتی میکنیم همین سر کردن که اومدن با ارگان وانش کنن. با گفته دیگر ساکنان اگر دولت اجازت دهد آنها با کمک و مبلغ شخصی خودشان آماده‌اند تعمیر و نوسازی را سر کنند. اما مقامات تا حال اجازه چنین کار را ندادند. حتی مسئولان مسجد نمیگذارند که کسی از داخل مسجد ویدیو گیرد و خودشان هم نمیخواهند در این باره چیزی بگویند. در همین حال کمیته ساختمان و معماری شرح مسئله را به ریاست معماری واگذار کرده است و خود در این باره چیزی نگفته است. با گفته مسئولان مسجد تا 2000 نفر می توانند در اینجا همزمان نماز خوانند. اما با وجود اهمیت زیاد داشتن مسجد برای مردم تعمیر و آباد کردن آن باز هم نامعلوم و اجازتش ممنوع باقی مانده است.